چه خیل حاصل دارد. مظفر خوجا قلوف باغداری با سابقه از ناحیه کوشانیان حدود 3 هکتار باغ دارد. مظفر خوجا سالهای پیش درختان بومی را پرورش میکرد و میوه زیاد میگرفت ولی نمیتوانست حاصل را به فروش رساند. به گفته او میوه های محلی شیرین و آبدار هستند ولی زود خراب می شوند. این نهال های شفتالو 1 ساله هستند ولی برخلاف درختان محلی در سال اول میوه می دهند. این باغدار طی 2 سال اخیر درخت های وارداتی از امریکا و اروپا را پرورش می کند و این می گوید این درختان ثمر زیاد می دهند و بازارگیر هستند. اولا که همون نمودهای هرخیله بود و مقصد که تجربه نداشتند دهقانا، امروز از روی تجربه کاری سالهای اخیر نمودهای گرفت. همچون من شفتالو تا بازار میبردیم آب میشد. امروز این نمود میکسرین یعنی هم مقصد که همه کار بانکه میکنی یا اینکه بازار میبری. اکثری باغداران در جنوب تاجیکستان که پرورش درختان وارداتی و خارجی را در باغ‌های محلی به راه ماندند، امیدوارند که فراتر از همه در روسیه بازار خود را پیدا کنند. خالدار علی سعیدوف، یک ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی، در 9 هکتار باغش درختان بومی را پرورش میکند و میخواهد در آینده درختانی را پرورش کند که ثمری بیشتر میدهند. اویلاوی کار میکنیم، اما خودمون خانه را پیوند کرده آلی کار داریم، سیب کار داریم، انار کار داریم، بادام کار داریم. همین بسیار باشد 2.5-3 ساله درخت همین خیلی خوشرو بسته است و خیلی آموختیم. نصیب باشه رفته زمینای خودمون هم حرکت میکنیم با این طرف میگذاریم. اینجا بیش از 170 باغداری وادی وخش در یک دوره آموزشی شیوه های باغداری نو را می آموزند. مسئولان طرح امریکایی آذوقه برای آینده انواع گوناگون درختانی را که به اقلیم تاجیکستان تاباورند و حاصل خوب می دهند و باغداران معرفی می کنند.